امروز یک روز تاریخی هست در حیات سیاسی مردم افغانستان. خوشحال هستیم که در سرزمینی حضور داریم، در کشوری حضور داریم که آب هوایش، برخوردش، صمیمیتش کمتر از مردم ما نیست بلکه بیشتر است و هیچ وقت هم احساس نکردیم که ما از آغوش مادر وطن دور هستیم. ولی پیام شما، استادگی شما، صدای شما نوید بخش است به مردم افغانستان. آنهایی که در سنگرهای داغ نبرد در برابر تروریست‌های بین المللی می جنگند، اون خواهرانی که در زیر سلطه نظام طالبانی هنوزم دست از مبارزه بر نداشتن و سینه های خود را سپر میکنن و فریاد برپا میکنن و نتیجهش را در این روز تاریخی ما مشاهده میکنیم. موضع‌گیری قاطعانه سازمان ملل متحد بخصوص کمیته اعتبارات بین المللی که با تمام تلاش هایی که طالبان داشتن و عامیان طالبان داشتن، نوع کشوری که عضویت این سازمان را داره با یک صدا نظام طالبانی را واجد شرایط کرسی ملل متحد ندانستند که این شکست طالبان را و این پیروزی مردم افغانستان را به تمام مبارزین افغانستانی، جوانانی که در سنگرهای داغ مقاومت نشسته‌اند، اون خواهرانی که از زیر فشار طالبان در خانه‌های خود مخفی هستند مبارک میگم. مطمئن باشین که به حق به تاریکی ها روشنی ها موجود است. این شکستی که ای تصورش را نمی کردیم، شکستی که به یک بارگی ولسوالی ها و ولایات پی در پی هم سقوط کردند. ولی جای خوشی این است که کسانی که طالبان را بر شلقاب قائل بودن و احساس می‌کردند که در روش از اینها، در کار از اینها، در برخورد از اینها، در تئوری از اینها، در عقیده از اینها تغییری به وجود آمده، با تأسف که هیچ نوع تغییری وجود نآمده. طالبانی که دروازه مکاتب را برای زنها بسته کرد، طالبانی که نفر دومش میگه غذا از خدا بخواهیم، بیکاری حکم خدا هست، نظامی که از اول تا به اخیرش سوانه و خرسترستیک ندارن که اینها فرزند کی هستند، در کجا تحصیل کردند، تجربه کاری از اینها چی هست. اگر تصور این باشد که این جنگ تنها جنگ افغانستان است و بس، اگر تصور این باشد که این جنگ بین اقوام است، اگر تصور این باشد که افغانها خودشان مشکل خود را حل بکنن، این یک اشتباه است. این طالبان تروریستی که امروز در سرحدات همسایه ها جا و جا هستند، اینها خطر بر منطقه هستند. اینها ببینین که خانواده های انتحاری و اجتهادی را
جمع میکنن و از اونها سپاسگزاری میکنن که شما مردم افغانستان را که به قتل رساندین، از شما تشکر میکنم. اما طالبی که دیروز به خاطر خارجی ها جنگ میکرد و مردم تحریک میکرد که خارجی ها در کشور ما حضور دارند، اینها کافر هستند. ولی دیروز تضرع میکنه که اگر ایالات متحده امریکا سفارت خود را بر افغانستان باز بکنه، ما در فکر کسان دیگر نیستیم. یعنی این کشورهای دیگر اصلا بر اینا ارزش هم نداشت. بناهن معلوم است که این گروه متعجر و متعصب، این گروهی که به پیروزی خود فخر میکنن، دنبال چیزهای دیگری هستند. عملکردشان را دیروز در سرحدات کشور دوست و برادر ایران مشاهده کردیم. بناهن ما به این باور هستیم که طالبان آغاز شکستشان از این روز تاریخی شروع شده. ما یک بار دیگر تشکر میکنیم از تمام همکاران ما در تمام نمایندگی‌های سیاسی افغانستان. اگر صدای رم نکشیدن فرق نمیکنه، اقلاً پرچم سه رنگ افغانستان را در نمایندگی‌های خود در اعتزاز داشتن و جای بسا افتخار به مردم افغانستان است که یک بار دیگر دنیا اعتراف میکنه و بیرق سه رنگشان در نمایندگی ملل متحد در حال اعتزاز باقی میمانه که ایره یک بار دیگر به تمام مردم افغانستان تبریک میگویم. طالبان چند چیز را عنوان میکردن که ما را دنیا به رسمیت بشناسه. اولین حرفشان این بود که خاک در اختیار ماست، مردم از ما حمایت میکنن، حق در اختیار ما هست، ولی آن میارهایی را که باید میارهای انسانی و اسلامی هست که در جامعه جهانی نهایت مهم است، با تاسف که یکی از اون میارها در وجود طالب ها دیده نمیشه. امروز کوچانیدن مردم به شکل اجباری از قریه و قصباتشان، کشتار دست جمعی مردم، مسدود ساختن مکاتب، این طرف اعلان میکنن که عفو عمومی، اون طرف خواهر ما که در نیروهای امنیتی افغانستان کار کرده او را تیرباران میکنن. احترام نداشتن به حقوق زن که هم مادر است، هم خواهر است و هم همسر است. ولی کابینه‌شان وقتی که مشاهده بکنی از اول تا به آخر کسانی هستند که دستشان به جنایت، دستشان در قتل و قتال مردم افغانستان داخل است. یک بار دیگر من این روز تاریخی را به تمام مردم افغانستان مبارک میگم. مبارزه ما شما جریان داره. آرزومند هستم که طالبان به صلح تمکین بکنن. 3 ماه حکومت طالب ها نمایانگر ازی هست که اینها حکومت کردن نمیتونن. فقر، بدبختی، گرسنگی، فرار مغزها، اگر این ما نسبت بدیم به یک گروه، به یک قوم، به یک سازمان، اشتباه میکنیم. روزانه 10,000 نفر در حقیب سرحدات پاکستان انتظار رفتن به پاکستان را دارند. او برادر ننگرهاری ما، او برادر پکتیای ما، او برادر کنری ما، او برادر لغمانی ما، اینها کجا میرن؟ چرا میرن؟ هزارها نفر انتظار رفتن به کشور همسایه ایران، ترکیه، تاجیکستان و سایر کشورها را دارند. اینها چرا خانه و کاشانه خود را ترک میکنن؟ اینها میفهمند که جای زندگی کردن دیگر در افغانستان برایشان باقی نمانده. اگر دنیا در این راستا متحد نشود، اگر بازم تکرار میکنم
حرفم این باشه که این جنگ افغانستان است، نه جنگ ما، این یک اشتباه است.